سلام علیکم جیگرا. اومدیم اینجا یه اسکواد افتاد جلو ما، تازه افاک اومده بودن بیرون. حالا من سرعت ویدیو رو بردم بالا که چون ویدیو خودش 3-4 دقیقه بود، الان آوردم بالا شاید 2 دقیقه. حالا ببینید کلی نکته توش داره. بعد این که اینم با همون اکانتیه که برای فروش گذاشتم، گفتم برم یه گیم پلی ازش در برم براتون بذارم که اینجا این بات مزاحم شد. این بات هم زدم اینجا چه نینجام خود به خود زد. اینم بگم هیچ موقع اتچمنت انمی ور ندارید خدایی. این اچسش نه ریجستری داشت نه اینکه، یعنی پینگ منم بالا بوده ولی خب نه ریجستری داشت نه اینکه وان تپ میشه. ولی اینجا شانسی حالا این ریوایویه بی وای دستش اومده، اونم چجوری وان تپ شد. بعد ما 3 تا اینا رو زدیم. این 4می که اینجا زدیم واسه یه اسکواد دیگه بود.